اگر می‌خواهید اختران آسمان را از نزدیک مشاهده کنید، اینجا بهترین مکان است. رصدخانه سنگلاخ واقع در ارتفاع کوهستان تاجیکستان نمای بی‌نظیر از آسمان شب را به شما ارائه می‌دهد. این رصدخانه سال 1980 ساخته شده و محققان فیزیک نجومی از سراسر اتحاد شوروی پیشین و کشورهای دیگر برای تحقیق فضا به اینجا می آمدند. Работала регулярно, за время дрались на телескопе. این رصدخانه به طور منظم کار میکرد. برای کار با این تلسکوپ متخصصان با هم بحث میکردن، چرا که برنامه‌های زیادی اجرا میشد. به اضافه متخصصان ما، محققان خارجی هم اینجا فعال بودن. خیلی شلوغ بود. اگه جنگ داخلی نبود میتونست بهترین رصدخانه باشه. سال 1992 در تاجیکستان جنگی داخلی شد. رصدخانه هم خراب و تعطیل شد. ولی با 126,000 دلار کمک دولت طی 2 سال اخیر آن را بازسازی و دوباره افتتاح کردند. Честно скажу, удивлена. صادقانه بگم که من بسیار شگفت زده شدم، چرا که هر چیزی که در اینجا خراب شده بود مثل این خونه ها دوباره احیا شده و حتی زیباتر به نظر میرسه. این رصدخانه در ارتفاع 2300 متر در یک منطقه دورافتاده و کوهستانی واقع است. در یک سال بیش از 200 شب روشن و عاری از آلودگی نوری را از اینجا می توان مشاهده کرد که در جهان کم نظیر است. چون این موقعیت امکانات منحصر به فرد را به پژوهشگران فیزیک نجومی برای تحقیق کیهان و جرم‌های آسمانی فراهم کرده. حالا نسل جدیدی از محققان فیزیک نجومی در این رصدخانه کار می‌کنند و با مشاهده دنباله‌دارها، شهاب‌ها و سیاره‌های کوچک مشغولند. امید جان همرایف برای عکسی که با تلفنی همراهش گرفته شهرت یافته است. این عکسی بالید یا شهاب سنگ فوق‌العاده روشن است که در جو زمین منفجر شده. همه اون چیزی که در روی زمین هست و در قعر بارها است، این الکه ها آموخته شدگی، اما در فضای بیکنار کیهان ما بینیاد زیادن، کمی هم باشد در همین فضا حصه خود را گذاریم و آموزیم. علم نجوم در این قسمت از جهان تاریخ طولانی دارد. متخصصان فیزیک نجومی امروز احساسی ارتباطی عمیق با ستاره شناسان بزرگ گذشتهشان مانند ابو علی سینا، عمر خیام، ابو ریحان بیرونی و میرزا اولوغبک دارند. با نخستین استرالاب یعنی تلسکوپ ها اجدادان ما برج آسمانی را می‌آموختند، جرم‌هایی که در نزدیکی زمین حرکت می‌کنند یا کمیت و استروید را مورد آموزش قرار می‌دادند. و البته ما افتخار از اون داریم و در این سمت پیشرفت داریم و تکیه به اجدادان خود داریم و این علم نجوم یعنی علمی است که در خون تاجیکان هست. امروز محققان فیزیک نجومی در رصدخانه سنگلاخ با این تلسکوپ شهاب‌ها را نیز مطالعه می‌کنند. کار آنها بخشی از تلاش‌های جهانی برای شناسایی و پیگیری شهاب سنگ‌هایی است که در مسیری برخورد احتمالی با زمین قرار دارند. این کار بسیار حیاتی است، یعنی کمک به حفظ امنیت ما و سیاره کوچک ما. سهراب ضیا، BBC دوشنبه.